نگاه کن چجوری آموزش لب گرفتن. اول میبینی دختره، یعنی خب نگاه میکنی به دختره، ببین دختره مثلا چجوری نگاه میکنه، عاشقانه نگاه میکنه، ترس و وحشت داره. اگه عاشقانه بهت نگاه کرد لبشو بگیر، خب لب بگیر و آروم آروم لب بگیر، آروم آروم لب بگیر، اینجوری مثل وحشی شروع نکن لب گرفتن. خب آروم آروم بگیر لب. اون دختر خودش شروع به چیز میکنه، چی میگه، خودش شروع به ادامه ماجرا. لب ببین نوبتی هم لب پایین رو بگیر. خب اول از لب پایین شروع کن، بعد لب پایین که شروع کردی یواش یواش نوبتی برو. مثلا وقت اول رفتی سینه خوردی، این سینه رو میخوری، بیا این سینه رو بخور، تنها این سینه رو ای نخور. خدا، این چه ضرب المثلی بود آخه. این دوتا سینه رو جفتشو بخور، حیفه. کجا سکس کنی؟ کجا سکس کنی؟ کجا؟ چی بگم من؟ میگه مگه مشتبه قطعش کن، اوضاع خراب شد. لب پایین؟ خیلی لب پایین رو دوست داری را. همه تون ها، همه پسر لب پایین رو دوست داری.